به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام دارم. یه لحظه بچه‌ها. به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما عشقای پسرخوانده‌ای خودم. حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال دلتون عالی عالی باشه. من حسین میراکلم و خیلی خیلی خوش برگشتین به یه ویدیو دیگه از چنلمون. بچه‌ها همونطور که می‌بینین روی اکانتمون یه مقدار بیش از حدی جم وجود داره و اونم به خاطر یکی از بچه‌های خود چنلمونه که توی تلگرامم پیام داد که سلام میراکل چطوری؟ من یکی از بچه‌های چنلم و اینکه بازیو با تو یاد گرفتم و خیلی حال می‌کنم باهات و از همینجا میگم که دمت گرم داداش، عشق منی سینا جان. و گفت که میخوام دونیتت کنم و گفتیم هرچی از دوست رسد نیکوس دیگه و یه کد جایزه بهمون داد و اومدیم دیدیم که 38 فاکینگ هزار تا جمه و از همینجا بازم یه تشکر فوق العاده میکنیم ازش و حتما توی کامنت های قلب برای سینا بذارین. دم سینا گرم. و این 38 هزار تا جم بچه‌ها هم خیلی زیاده هم خیلی کمه. خیلی زیاد از این لحاظ که من تا حالا اینقدر جم حقیقتا رو اکانتم نداشتم. حقیقتا اینقدر جم تا حالا به زندگی من اکانتم ندیده و دمش گرم. بالاخره چیز با ارزشیه، مخصوصا این که از طرف شماست و خیلی با ارزش ترش میکنه این جم رو. اما خب مثلا از طرف دیگه هم که خب 38000 تا جم اونقدر ارزش نداره توی پسرخوانده و خیلی زود میشه خرجش کرد. مثلا ببین بدون تخفیفش 20000 تا شما فقط باید بدی. شعبون از لول 3 بره به لول 6 خیلیه. والا تخفیفم بخوره اینجا میشه 7700 تا. والا نمیدونم اینا رو من خرج بکنم یا نه، چون مثلا اینجا اگه نگاه کنین 1609 تا جم میخوایم برای 36731 دونه سکه. 1600 تا میخواد. اینقدر سکه میخوایم تا 45000 تا و 1600 تا میشه مقدار جمی که میخواد. و اینکه بچه‌ها کمیسرم اجاره کردیم یه پوشکاپ با هم دیگه بریم بعد مدت ها روی اکانت خودمون. روز آخر سیزن من چک کردم، یه بمب زمانم گرفتم ببینم تا کجا میتونم ببرم بالا این قسمت کلاه گرفتنو و تا اونجایی که من میدونم بچه مگه نباید روز آخر یک کلاه 2 برابر میداد بهمون. عجیبه. این ترکیبش هرچی که باشه احتمالاً دکتر بیارم چون بوی زامبولی میاد. آره بوی زامبولی بیاد که هیچی نیومد. ما ترکیب میراکل رو برمی‌داریم. بچه این ترکیب احتمالاً خیلیتون جلوش ببازین چون واقعا زدن سرمه و مهپکر با ترکیب میراکل خیلی قلق داره و مسلماً شما مهندسی اینجای داستانم ما حتما این کار رو انجام میدیم. برقلک رو میکاریم ببینم توانیده مهپکر فعال میکنه که نکرد. خود خرید داشت 534 یکی از اینا اینجا یکی از اینا اینجا و جیجی. این تا اینجای کار. دوره بعدم دوتا خشم میگیرم و تنویلش نمیتونه بزنه نابودگر و بازی رو باخته. بچه 20 خورده خشم داره تا اونجا که من میدونم. البته اوکی. آره کاش یه دونه خشم گرفته بودم. اوکی نایس. این تا اینجا. این تا اینجا و اینم تا اینجا. اگه بخواد سرممون بکشه با بالزامیک میکشمش، در غیر این صورت هم به خود سرمه میکشمش. 426 تا. اینم اینجا و اینم اینجا. شما که فقط یه ضربه میتونی بذاری، نمیتونی هم توتی بذاری هم سلطانو. بنابراین ما فکر کنم دست برتر رو داریم و فکر کنم شاید هم باختیم. احتمال باختمون هست چون یه مقدار دمیج کم آوردیم به دلیل توانی که سرمه ضعیفمون یه مقدار هوشمرگانه بود و ما هم دوتا خشم میگیریم به امید اینکه تنجت پر نشه ولی پر میشه. از طرفی 367 بازی باختیم. یک سرمم یکم قوی تر بود بازی برده بودم. فقط بازی برده بودم. اسکولی بزن ببر دیگه. واقعا اسکولی. خود خری، نه اینکه مثل خر بودن تویی و یه دونه فریوین بهمون داد با اینکه میتونست بازی رو ببره. بچه‌ها توی سطح برابر که 100 شما اینو میزنین بچه‌ها. خب ولی خب به این فکر کنین که ما اومدیم از سرمه 13 استفاده کردیم و اون سرمه 16 داشت.
چقدر میتونی تو بد پلی باشی جدا. اینا ویدیو میراکل رو نمیبینن چیکار میکنن؟ واقعا نمیدونم اینو چیکار همکلنین، نمیدونم یه همچین چیزی هستین بهش بگین، بهشون بگین آقا بیاین ویدیو بزنین، ویدیوی میراکل رو ببینین. حالا درسته اینا که با ما بازی میکنن اکثرا هم اگه قوی باشن ما رو میزنن، از بچه چنل هم ویدیو رو بازی از خودمون یاد گرفتیم، ولی خب اشکال نداره بگو ما رو بزنن، ولی بیان ویدیوها رو ببینن. این نوبی در بیان یارو بچا یه ضربه قبل کم میزد به من و بعد توان ویژه قبل کم میزد بازیو برده بود. این چیزیه که فکر کنم همتون الان هرس خوردین که چرا این کارو نکرده. تا حالا نشده بود از باختم هرس بخورم که الان خوردم. کامبیز اینو میذارم اینجا و سرمم اینجا. چه ترکیبی هست با سرم است ببینم خودشه، ولی خب اصلش داووده. البته کاش آره اصلش داووده، کاش گذاشته بودم اونور این قضیه رو. ببینم چیکار کنم. دوتایی به خودت اینطوری بازی کنیم. خشمتو مسلما نمیذارم بزنی. یه درصد فکر کنم بذارم خشمتو بزنی. $732 تا بچه ها و اینجا ما این کارو میکنیم. در بعدم کامبیز میمیره و جمشید تنها بمونه هیچ غلطی نمیتونه بکنه، چون نده دیگه. تو من جفت قهرمان تو راحت بکشم اذیتمون هم نکن. چون 930 جونو داد، جونو نده دیگه. حالا 3 انرژی بیشتر ما به تفاوتش نیست و یه 200 هم تقریبا از جون چیز موند، کامبیز موند که اصلا مهم نیست. خب این دستم اگه بذاره سرمم زنده بمونه خیلی خوب میشه و عملا که نمیذاره مثلا. دوره بعدم فکر کنم 2 تا خشم ازش بگیرم، شاید هم نیازی نیست. بازیو با یه دونه جون دووم میاره و من دوره بعد میارم تو سایه. اوکی جی جی. تواناییش هم ببینم 17. پشمام چه غلطی میکنین بچه‌ها، واقعا نمیفهمم چه غلطی میکنین یه سریاتون با این لول ها. اینجا چه غلطی میکنی واقعا؟ برو داداش برو 4500 4700 700 شوخی کردم و دیدین که توان 2 دینامیتش هم 17 بود. فکر کن با قهرمانی 85 بود حداقل دیگه. خدایی فکر کنم حداقل 85 بود، تنویجشون هم 10 بود. با 79 ببازی خیلی حرفه. اونم تازه یه دونه 79 داشتم. یه دونه بالزامیک هم 79 بود، کریم هم 78. سرمه رو نگم 60 بود 62 بود نمیدونم چند بود. خیلی نباید بازی رو ببازین واقعا. من نباید ببرم یه سری جا، نمیدونم شما چطوری میبازین. این ترکیبی هم که برداشته بود با داوود خیلی قدیمی و اوجی بود، فکر نکنم دیگه کسی برداره. فان بازی میکنه برادر. سرمه اینجا ممکنه اذیت بشیم، مهناز نداریم، اما خب کریمو میذاریم اینجا، کمیسرم اینجا. یه منوچ دلغک میخوای بیاری دیگه. خب دیگه کاش مهناز و کمیسر برداشته بودم. کمیسر کیومرس. یه محپکر بیاریم. بذار تا حالا محپکر نیاوردم جلو این ترکیبا. بذار محپکر بیاریم ببینیم داستان از چه قراره. پشمام. آها 3 بار. مجبورت میکنم به محپکرم دمیج بید. بعد محپکرم لول 10 ها. توانش 10 و 10 6.
دست من تلاست. وقت تو سیاه میکنم. بزن. من فقط آمادم که تو بزنی. برادر کاش اینو نمیزدم، میترسم حسی بهم میگه ویژه محبکرم با این عوض میشه. حسی بهم میگه، نمیدونم چرا. یکی دیگه بیار بالا، یه جوکر بیار. یا هم دمیجو بده بره. من جونم با کمیسر عوض کنم عالی میشه. ببین 4 تا ضربه که بخوره 4 تا 36 تا میشه 120 تا 144 تا 150 تا دمیج میخوره. بنابراین اصلا مقرون به صرفه نیست اینجا ما ریسک کنیم و حتما اینطوری میرم سراغ سلطان این یاروش که دوره بعدم بمیره دیگه. بازی هم میکرد بازم بازی هم میباخت بچه‌ها. بازی هم میکرد بازی رو باخته بود و خدای انتخاب محبکر انتخاب جالبی نایسیه با اینکه خیلی لولش پایین تره و این برادر با قهرمانای فول مکس اینجا چه غلطی میکرد بنده اطلاعی ندارم، اما خب مثل یه موشی باخت و رفت، مثل یک موشی صحنه رو ترک کرد. لول 7 اولین لول 7 که شکارش کردیم با فول مکسی که شکارش کردیم با اکانتمون. واقعا این اکانت خیلی اکانت خفنیه. چقدر با این اکانت ما فول مکس شکار کردیم با توانایی‌های ضعیف. مثلا خیلی هستن که فول مکس میزنن دیگه، خودشون مکسن و اینا، ولی ما داریم با توانایی لول 10. فکرشو بکن با قهرمانی که توانایی‌ام لول 10 یا لول 18 فول مکس رو زدم. 18 یارو 100 بوده، قهرمان من 50. نه نصف اون بوده رسما. ولی خب بازم زدیمش. جی کمیسه رو من اجاره کردم، پاک نکن تو دیگه. خب این که شاپور مهندسی نداره انشالله. یه دست ما شاپور برداریم بعد کلی سال. آره حتما. این تورج ازگل اجده رو لول 6 کرده باشم فقط خوبه. ترکیب متایی، حریف ضعیفم باشه ما قهرمانای ضعیفمون رو برداشتیم دیگه. اشکال ندادش، این خبرا نیست، این داستانا نیست. منوس پناز نخوندم. الان شانس ما رو لول 7 مهندسیه. نه لولش پایینه. ستیا بچه اسم چیه؟ یعنی ببخشید اسم دختره پسر اسم چیه؟ یعنی چه جنسیه؟ مؤنث مذکر؟ آره حتما. شما هر دست حداقل 4 تا انرژی بده، یه ضربه بیشتر نمیتونی بزنی. کله خریه داداش. 174 تا بنازم. دوره بعدم بیاری بالا فایده نداره. حداقل این ترکیب بچه‌ها ما با این ترکیب فول مکس زدیم، میزنیم. توی چنلمون دیدیم. شما که دیگه جای خود داری. بنازم تورج ازگل. به این میگن اسکینا. چیه این اسکینا تخم مرغی؟ نره حتما. بالاخره نو ریسک بزنیم که بدونیم دوره بعد احتمال کشتنش زیاده. دادش اینجا گیجی ها بچه، با اینکه گیجم بود ولی خدایی زد دیگه، هیچ کارش نمیتونستم کنم. و اینجا یه گیجی میزنیم ببینم این گیجی کار میکنه یا نه. خب نزن اینو، گناه داره. مرد دمش کرد. اینم از شما. بنازم. همین خوبه. چرا اینو زدم؟ یکی از همینا میزدی دیگه. میراکل کارو تمام میکردیم. کارا چیه تو میکنی برادر من؟ میشه 5 تاش بخوری؟ ای ازگل این مگه 102 تا دمج نمیداد؟ بیا برو خونتون بابا. بیا برو خونتون، اصلا فایده نداره. اصلا زور و اینام نزن. دیویس 79 تا. این کار کردم که دیگه ریسک نکنم دیگه. اگه تورج زد نزد میرم برای 5 تا گلنگدن شاپور که تهانه ویژه ما به نحو احسنت. آقا میدونیم احسن درسته صفت تفضیلیه، ولی خب ما احسنت بیشتر خوش میگذره بگیم. به نحو احسنت بازی در آوردیم.
حالا لول 5 بود ولی خب واقعا این ترکیب خیلی فانه. ترکیب شاپور بعد کلی سال به نظرم فکر کنم نزدیک یکی 2 سال من تا حالا ترکیب شاپور رو اکی خودم پلی نداده بودم توی بازی عادی. توی چالشا زده بودم و اینجا نه. 4500 اینو بزنیم خیلی خوب میشه که فکر نکنم بزنیمش. الان یو توانایی 17 18 داره، ما پشمام میرزه لول 7. ولی اگه با لول 6 رفته باشی کاپ 4500 واقعا جی جی بت. کریم کمیسر مثل اینکه سرنوشت میخواد برداریم. اینکه گیر پاچ کرده احتمال شاپور پلیر بودنش هستا. تو این نباشه فکر کنی نیست. احتمال شاپور پلیر بودنش هست. ما یه دونه کریم کمیسر میگیریم چون مادرت اجازه بده من تو رو چیز خور کنم. خیلی دمت کرد. خیلی با مرامی. تورج بر ندار، معناز بر ندار، قوادم که نمیتونی برداری. فقط مگه اینکه با خلیل کار در بیارم یا محپکر، در غیر این صورت باختم بازیام. چنلی قوادو برمیدارم مسلما یا مهناز. قواد به نظرم عاقلانه تره بچه ها حقیقتا، ولی خب قواد یا مهناز. مهناز هم خیلی جوابه. بذار قوادو بردارم که شاید یه جایی به کارمون اومد. از طرفی نمیتونه توانی ویژه‌اشو برسونه. اوه لولش 7. گفتم داداش شما با لول 6 که اینجا نمیرسین. وقت تو سیاه میکنه. حمله کن شو. هزینه‌های پخت و پزه چه چسبی؟ میسازم سم خونت کم نشه. کارمون سخته دیگه. قوادم نرف شده دیگه. نور الان نوره. اون یکی بزنش. حمله کن شو. بابا پشمام. سوسکی زنم به بدن. پر نمیشه تنویجش مسلما. برای همین یه دوتا خشم نکشیدم دیگه. آب سیاهی بپاشه به زندگیت. سم خالص 270 تا. خوبه باز دمیجه ولی خب بازی باختیم بچه ها به نظرم. دستم که با کله میره سراغ ویژه طلعت تو بزن دیگه. مسلما ویژه طلعت رو میزنه، برای همین سوزن گذاشتن روی طلعت خیلی کار عاقلانه نیست بچه ها. آخه 3 آخه برادر من 3 آخه. سمته بگیر. باختیم بازیو. دست و پای الکیه. دست و پای الکی قواد نرف شده. اگه نرف نشده بود فکر کنم بازیو میبردیم بچه‌ها. خب پشمو اگه ببرم ابسولوت سینما. نه باختم مگه اینکه الان یه ضربه طلعت بزنه به این که مگه مغز خر خورده. خیلی با اختلاف کمی باختم. خدای حقم باختن نبود. جدا تو کامنت ها بگین حقم این دست باختن بود یا نه. توانایی 2 قباد رو میتونستم بذارم رو قباد که سپر بذارم، اما خب مکسش 270 تا بود و 350 تا. ما 40 تا بهش دمیج میدادیم. 40 تاست یا کمتر شده؟ 38 تا سازه. نه بابا نمیبردیم. ولی اگه قباد نرف نشده بود من این بازی رو برده بودم.
خدای قباد اگه نرف نشده بود من این بازی رو برده بودم. ولی خب یه جی جی میراکل خدای این مچ داشت با اینکه باختم ولی واقعا خوب بازی کردیم. بالزامیک پاک، ما یه دونه کریم و کمیسر. من از این داداشمون استفاده میکنم. خشم یکه دیگه، خشم یکه، ولی خب ما کریمو داریم و یه جورایی انگار ما خشم یکیم. لیلی قویه، لول 15 16 15 15 11 15 14 11. چرا از کمیسر نگرفتی میراکل؟ بعد بازی میکنین دیگه داداش. و 1% خیلی خشمش زیاده آجی، اصلا خیلی خشمش زیاده. ما این کار رو میکنیم. ببین 1 2 3. بابا این چه کوفتیه تو زدی آخه. سطح اینو خدا وکیلی. شانس ما رو نگاه. قوی شوی جوان. بی حرکت دست بالا 314. چون مادرت گولمون رو بخور. چاره دیگه ندارم مگه اینکه گوله رو بخوری. ولی خب فکر نکنم این کارو بکنه. بنازم تو رو جون مادرت. نه لعنت به تو. ببین باختم بازیو. اونم گذاشتم رو کمیسر. خیلی یکمو بد زد. به خدا اصلا حقم نبود اینم ببازم. نی اصلا 600 کیلومتر بهتر از یارو بودم. با توانایی لول 13 14 دارم بازی میکنم. بابا خب معلومه اینطوری میبازم. واقعا حقم باخت نبود. اینم حقم باخت نبود. با اینکه خیلی زدیمش، حتی مثلا با این توانایی توی مچاپای متفاوت، ولی ببین خر شانس بود. 2 تا گول خوروندیم بهش. این یعنی اصلا بازی باید برده باشیم. ولی خب اشکال نداره، فشار نداره دیگه. سطح برابر میدونیم که زده بودیم 100%. اینجا ما هم کریم بالزامیک، باباجان و سرمه. منم سرمه بیارم. سرمه‌شو میگیرم. باباجان بالزامیکشو میکشم. حالا مگه بره که سراغ باباجان. این دستم نمیصرفه بره سراغ سرمه‌شو قوی کنه. میزنم پاس گردنش. دمت کرد. نکشی و 16 19 باشه. بچه بالزامیکو بکشیم یا اینو؟ خیلی دمیج میده. بذار بالزامیکو زنده نگه دارم. اینو میکشم که درو بعد بتونم توانی 2 سرمرم بذارم روی باباجانش. خود خری دیگه نکن این کارو با ما. دست باید سپر بذاری اگه باهوش باشی که نیستی خوشبختانه. توان ویژه هم پرشه پوستت کنده است. اصلا فقط به دمیج میدم. 2 تا 126 تا میشد 252 تا که نه همون بهتر که نزدیم. و
اذیتمون نکن. چک کنم اینترنتمون تموم نشه باشه. بدبختی هر لحظه معلوم نیست اینترنت تموم میشه، سرورها به هم میریزه. خوبه. بذار بچه نگو که گاف صندوق نگرفتیم از این مچ. به به، دوتا قهرمان امشب و اینجا بمان. بنازم من چم داد بمون. بریم سراغ بازی بعدی. نمیدونم چند دقیقه شده ویدیو، نمیتونم متوجه بشم. بذار نگاه کنیم. فکر کنم بتونیم 25 دقیقه. خوبه. 4534 مسلما لول 7. واقعا اون لول 7 رو باید میزدم من. خدای حقم زدم بود. این از اینو آخه اینم خیلی پایینه، کارو در نمیاره برام. حشمت و طلعت به نظر بنده که خب فول زدش مهنازه، اما چون لول 7 ممکنه کار دستمون بده. محپکر شاید عاقلانه تر باشه، ولی خب نه، بذار مهنازو بگیرم. چنلیو میکشیم. پلن اینطوریه، چنلیو میکشیم. 930 باید برسونیمش اینو فقط. حواسمون به که نمیتونی بکشی دیگه. بنازم. خب بچه ها ببینین، ما 4 تا بذاریم میشه 930 تا، درسته؟ آره، پس بذارمون 930 بمونه، فشار الکی نخوریم. این هم میزنیم به این. زد دیگه، این دست زد، کارش هم نمیشه کرد. شما بمیر. تهنه ویژه دیگه خاصی نداشته باشیم. خوبه، بالزامیکم رو کش. منم روبریه بالزامیکم خالیه. این دستم کامل میریم سراغ این سلطان. از طرفی تهنه ویژه تو بزن. خود خری. بازی رو بردیم از یاسر فول لول 7. $84 با 24 108 108 ضرب در 4 میتونه بکشه. بنابراین بهتره که ما اینجا رو خب بازم اذیتمون میکنه. بذار این کارو بکنم عاقلانه تره. دوره بعدم نمیتونه الان مهنازمون بکشه. مهناز دیگه نمیتونه بکشه، ولی یه دونه کپسول میذارم روی کریم و کارو در میارم. نیازی هم به کپسول روی کریم نیست به نظرم. این هم از این. خیلی خوش اومدی داداش. تهنیویجت هم بخوای بزنی که کنسله و به نازم به لول 7. چندمین لول 7 بود که زدیم نمیدونم، مثلا مهم نیست و مهم اینه که بازی رو بردیم. جی ایول 11 تا کاپ مثبت. یه چک ریز بزنیم. 4457. آقا اینو بذار باز کنیم دیگه. اینجا 3 ساعت معطلیم. 2343 ریدی دیگه با این گاف صندوق دادنت. 7 تا قهرمان بده، 23 تا کریم توش در بیاد. 57م، 1/3 راه تازه رفتم. و این سروره چی میگه دیگه بچه‌ها؟ فکر کنم خودش داره میگه بس میراکل بازی تمام کن. باشه من هم یکی دو دست دیگه بزنیم و کارو جمع کنیم. پوشکپ خوبی شد به نسبت. من خودم که تا اینجا راضیم. 4410. خب من ازو پاک میکنیم. چه میدونم چی میخوای برداری. حیفا میخوای برداری. قباد. خب از قهرمان بعدیش میترسم هرچی که باشه. حیفا باشه پوستمو میکنه مثل تایسون. برای همین بالزامیکو بر میداریم به همراه دکتر. خوبه، تاکایا هم خوبه، اینم خوبه، این خوب نیست. بذارین بچه ها باش بازی کنم. اینو میخوام بردارم الان چون فقط مجبورت بنازم. نه ننازم. بازی باختیم بعدم باختیم. خشم میگیریم ببینیم چی میشه دیگه.
فقط خشم. یه میشه خشم نگیری دمت گرم. چه چسبی؟ خوبه. حسودان نترس. چه چسبی؟ یه رو 80 من خوبه 90 من. نایس. سپره رو زدیم 198 لول چندی مگه 15 14 آقا این خیلی منفی میخوریم لولش اما بالاتر خدایی. کرم به فدای تو. این تا اینجای کار. اوه 48% پشمام. چرا این کاری کردم میراکل؟ چرا این کاری کردی جدی؟ باختیم بازیو. باختیم. انتخاب محپکر بچه محپکرم ضعیفه خدایی. ای چه خریم. بخور به کریم. بابا بخور به کریم دیگه گوساله. کاش ضربه رو زده بودم به قباد. باختیم بعدم باختیم. نباید این بازی رو میباختم حقیقتا، ولی خب اشکال نداره. چیزی که از حریف قوی تر بود منم نباید دیگه اینقدر رو ریسک کنم. فکر کردم تورج میاره، میدونی؟ فکر کردم تورج میاره و نشد که بشه. انتخاب قهرمان اشتباهی. یعنی همون تا گرفتمش فهمیدم محپکر اینا رو نمیشه خشم 2 آورد. میخواستم چیز بیارم بچه، چون معنوزو پاک کرده بود میخواستم قهرمان بهتر چیزو بیارم، دکتر رو بیارم. همین ترکیبی که حریف داشت اگه ما دکتر رو آورده بودیم بازی رو برده بودیم به احتمال خیلی زیاد. اما خب نشد که بشه و اصلا برامون مهم نیست. یه منفی بدی خوردیم جبران میشه. امکتی بیژن. حالا که بیژن ما اینو برمیداریم که حریفت بترسونیم. خود خری دیگه نمیذارم تو کاری از پیش ببری. از طرفی حواسمون به کمیسر باید باشه، برای همین اینجا میریم سراغ کمیسر و برقلکمون رو روی کمیسر میکاریم. 4 تا انرژی دیگه. خب کار دیگه نمی‌کنیم. این دستم تعنیویژه کمیسر مسلما. بابا چه کله خری تو. همه رو گذاشت رو این. الان میزنه یک میزنه کمیسرش. نگاه کن. خوبه یک نزد. خب اینجا هم کلا با کمیسرت بازی کن، من بازی ببرم تمام شه برم. کله خر ابله. خب چرا همه قوی ترن بچه‌ها؟ خوشم نمیاد من قوی تر باشن همه. دوست ندارم در واقع این موضوع رو. 10 از 12. آقا یه بازی دیگه بزنیم انصافا. تا مزه میده بهمون. اگه این دست دیگه کاپ 4700 نندازه، چون عجیبه تا حالا 4700 800 ننداخته بهم. در حال جستجوی حریف. همین باور کن 4700. باور کن همین دیگه 4700. بنداز دیگه. وایب خوبی نمیده این زیادی چرخیدن، چون یا میخواد وقتمون رو بگیره بازی بندازه بیرون یا واقعا 4700 انداخته. بسه دیگه. بیا الکی میخواست وقتمون رو بگیره.
نمیدونم کمیسرم هم چقدر از تایمش مونده، فقط امیدوارم بتونم تکمیل. تا جمعه که اجاره نکردیم اینو، پس مهم نیست بتونیم 12 برسونیم یا نه. ما هم ویدیومون بود که گرفتیم 455، فکر کردم 450 نرسیدیم، وگرنه بتل بازی نمی‌کردیم. شاپور پاک یه کریم کریم سوسکی. چی برمی‌داری؟ یعنی ببین ویژه چیز یاور که بیاد پیشنهاد ویژه یاور با جم تو هوا میزنمش، مثلا ردخور نداره بزنمش. افسونه استوار جلو این ترکیبا بیژن خدایی جوابه. ولی خب اجازه بدین که از بالزامیکو من چیز زینت هم خوب میشه ها. بالزامیکو زینت برمیدارم بتونم خشمشو خالی کنم، اون طرف هم کارو در میاریم. کمیسر انتخاب خیلی خوبی کرد، کمیسر رو برداشت، ولی خب همچنان برتری با ماست. خشم ترکیبمون زیادتره. زینت رو ببین نسبت به کمیسر 3 دوره فکر کنم خشممون پرشه اصلا، یا حداقل با یه خشم، ولی ترکیب حریف حتما با 2 تا خشم بگیرم. این کار رو انجام میدیم. فکر کنم اولویت خشم زدن با خودمونه بچه، خیالتون راحت، چون ترکیبمون البته بجز اون یه دونه توانی 2 زینتی که زدم حس میکنم اشتباه بود. 95 دیگه کارش هم نمیشه کرد. 660 یه ریسک فقط باید بکنم، مگرنه بازی میبازم، یه منفی بد میخورم. اگه الان تنیوجش بخوره به بالزامیک مرسی که نخورد، بازی بردم. این از این و این هم از این. خود خریم همینو میخواستم ازت. بازی باختیم. داره بدم از 8 انرژیم استفاده میکنم نه 10 تا و به احتمال خیلی 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 زیاد بازی رو بردیم. ریسک به جا مناسبی بود به نظرم و باعث بردمون خواهد شد مطمئنم. برام مهم نیست. اینقدر هم طور نیست که برام مهم نباشه. نکشتش، باختیم بازیو. خیلی مفت بازیو دادم، خیلی مفت بازیو دادم. البته نه ندادم، پشمام. بردیم بازیو چون لولش پایین تر بود، بردیم. این برد حلالی نبود، اسم میکنم برداشتن. البته نه دیگه 14 13 8 من اینم پایینه، خدایی زینتم پایینه، وگرنه من باید میتونستم کریم رو خلاص کنم. به جای 206 تا 216 تا دمیج میدادم اگه توانی که زینتم 13 بود، بازی برده بودم. دیگه اذیت شدیم دیگه، اشکال نداره. اون یه سری ضعف‌ها داشت قهرمانش، منم یه سری ضعف‌ها داشتم. ولی خب به صورت کلی فکر کنم ترازو به سمت من بود و ترکیبش ترکیب بهتری بود. خشم 1 بود و برتری‌های بیشتری نسبت به من داشت. از طرفی کمیسر فکر کردم از ایناست که دیگه حتما میره سراغ ترکیب ساسان. زینت رو برداشتم که ساسان رو اذیت کنم.
وقتی خشم 2 باشین این بدی ها هم داره. بریم یه بازی دیگه بزنیم. باید یه بازی بزنیم برای اختتامیه که بهمون بچسبه حقیقتا. من چه احمقو داد بهمون. احمق. تو از پاپت کمتر بودی داغ گلم. و 4641 انداخت دیگه این فایده نداره، میراکل داره میبره، انداخت دیگه، تلافی و سرش در بیاریم. گوساله سرمه 13 من چه غلطی بکنم؟ من توان 2 میذارم روی منوچش، عین خیالش نمیاد. منوچش زرت و زرت میزنه. منو جفت پوچ 220 تا، اینم 325 تا. واقعا هیچی نمیتونم بگم. این شیخ علیرضا رو خیلی زدیم با اکانت آریان، ولی خب اینجا دیگه باختو دادیم رفت. امیدوارم نتونی بکشی. بعد امیدوارم 325 و 2 تا 220 تا. نایس. شما بمیر علل حساب 930 بود دیگه 4 تا شاره. خب جالبیش این الان بیاره بالا من نمیتونم بکشم و این بده، اینه که بده. نمیتونی این دست بکشی. و اصلا براش لالاییه، براش ناز کردن این قضیه. چه غلطی بکنم الان؟ نمیکشه دیگه واقعا. وقتی نمیکشه من چه غلطی بکنم؟ خیلی پایین، خیلی ضعیفه. ابسولوت سینما اصلا عالی بود این بازی. مزخرف. مگه اینکه خیلی بدشانسی 2 بار سر یک جوکر بیاره خیلی خوب میشه. سر یک جوکر بارون کن بابا، ول کن دیگه. یه بار سر یک جوکر بیار تو زندگیت. سطح اینو انصافا الله وکیلی سطح اینو. حاجی بوی بردم میاد، شد باورتون نشه. الان دیگه نمیاد. 74 تو 2 نوبت میشه 30 خورده ای. 74 تو 2 نوبت. آقا بذار ما خشم بگیریم، ما که نهایتش بازی میبازیم، ولی فکر کنم بنازم. نه ناز داداش. چطوری بنازم؟ چیو بنازی؟ بیا سر چست دمج بازی. ببین با لول 6 اینطوری جلوشون بازی میکنم. وای حالا لول 7 معلومه باید ازم کتک بخورن. یعنی یارو 3 تا ضربه که اونجا، یعنی سرمه من لولش 14 بود بازیو برده بودم. لول سرمم 14 بود بازیو برده بودم. تا یعنی یک سرمم. اوف. خیلی بیشتر مزه میده با اکانت خودمون به نظرم. اینطوری سطح بازی معلوم میشه، کیف میکنی قشنگ. تاکایا خود خری. بردار دیگه. استخاره که نکن. آجی جدیه که اینا نیست اینا رو مثل سگ بزنن و ترکیب میراکل دیگه بر ندارن همچین ترکیبایی رو. ول کن دیگه. ترکیب میراکل اومده تو بازی. واقعا ترکیبی که آوردم تو بازی گیم چنجر بوده. واقعا گیم چنجر بوده. میگه تو صدات برای من لالاییه. خب شما که اینو از ما دریافت کن. 534 اینم از این. برو سراغ بالزامیکم. دم شما گرم. 277 مگه اینو بزنم 135 تا میشه 500 و
میشه چرا حساب کتاب نمیتونم بکنم. 560 تا میشه نمیشه ترنیم جد پر نشه. ای وای نه بادبانه بکشی قلبا بپا کن. میتونه بزنه آره. بالزا میکنم دوره بعد زنده است. پوستتو میکنه مثل تایسون. بازیو بردیم. توانش چک کنم مهندسی بله. نه قویه. مهندسی نمیشه گفت. خب این از این. این از این. این از این و اینم از این. بیا برو خونتون. نخوندم بابا دلغک. بیا برو بیرون. اینو بزنیم فکر کنم بهتره. توانه که 13 کجا 15 کجا. اسکنج فیلم چی میشه؟ خوبه 651 جونی که دست قبلم حریف داشت. بچه اینجا من ترجیح میدم که فقط دمیج بدم. دوره بدم که تاکایا میاد بالا 2 تا ضربه بزن. اگه میشه که نمیشه انگار و اصلا برام مهم نیست و جی بچه. جی این از ما قوی تر بود دیگه. خدایی ببینین کاپشون چقدر ما کاپمون چقدره. بعد اونا 3 تا قهرمانشون 14 15 10 ما یه دونه 15 13 9 داریم یه دونه 15 یه دونه 14 13 10 داریم. خب آقا 79 ایم دیگه 79 اونا حداقل 70 اونا حداقل 85 ان. خیلی فرق داره. ولی خب به نظرم 75 خیلی بهتر. یعنی که دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه هم بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره که حتما ویدیو رو لایک و چنل رو ساب کنید. زنگوله رو هم حتما بزنین و بزنین روی حالت عالیامون همه تا به محض اینکه ویدیو جدید ما ازش با خبر شین. دوستتون دارم. دلی اینو میگم. کامنت هم حتما بذارین بچه‌ها. دکمه هیجان افزایی هایپ هم اگه براتون میاد حتما بزنینش و سعی کنین براتون بیاد دیگه. وی پی ان خوب بیاین. دمتون گرم. خیلی عشقین. خدا نگهدار.